السلام علیکم دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. ویدیوی ما رو بیننده باشید. ما بریش پشت کود است برای شما نشان میدیم. اول پارچه خود گونی آمونیم، صاف خط منی میره تا آخره. ما در بریش قبلی نشان داده بودیم ولی به خاطر از اینکه خطش زیاد معلوم نمیشد کوشش کردیم یک بریش دیگر رو برای شما نشان بدیم. قد کود است 28 هر چنده که بود. حالا قدای کود مختلفه، شما نیم اینچ اضافه تر میگیرید و ایره نیست بینیم. این قد کود به خاطر خط کمر باز از این نصفش 2 اینچ تا تر میندازیم. باز دور بغل است 40، ما ایره میگیریم 10 اینچ. حالا شما هر چندی که بود دور بغلش شما میندازید پایین، اموره 1/4 میشه. این خط کمر خود برابر نیم از این طرف پایدامن هم این رقم و از این خط 10 اینچ که پایین انداختیم 1.5 اینچ بالا میندازیم به خاطر حلقه آستینه. یک کنیم اینچ بالا پشت کاره و خط پایینش که از به خاطر پیش کاره. خطای خود صاف مونیم. لایک و سابسکرایب یادتان نره تا ویدیوهای بعدی برای شما پیش کاره نشان بدیم. و حالا میگیریم از پای دامن 1.5 اینچ، کمر میگیری 1.5 اینچ، این بالا رو میگیریم 1 اینچ و خطای خود با هم دیگه وصل نیم. از سر شانه تا حلقه آستینه نصف مونیم، از نصفش 1 اینچ میندازیم پیش. بسیار به طریقه آسان. و حالا دور یخنه هر چندی که دور بغل بود نصفش میگیریم. این 40 است 20 گرفتیم و 1 اینچ بالا میندازیم. نیم سانتی واری پایین از وسط می بازیر گلاییش برابر نی همین رقم. و حالا شانه کار است 18 اینچ، ما نیم اینچ دیگر اضافه منیم به خاطر حق دوختش. حالا 1.5 اینچ ما پایین میندازیم. برای شانه های نرمال است، از او طرفش که پایین تر و شانه هایش که خمیده و زیادتر میندازیم. حالا خط خود برابر نیم در خط سر شانه و دوری کمر 38 است 5 تقسیم منیم، 1 تقسیمش میندازیم. نیم اینچ دیگه اضافه منیم پای دامن از کمر. و زمین رقم بالا می ایر از خطی اولی که ده بودیم پارچه خود گونیا کردیم از اونجا میگیریم پایین هم همون رقم از اون خط باز 2 سوت کم 1 اینچ کم منیم و ایر از صاف منیم. در اینجا 2 سوت دیگه پیش میم به خاطر دوختش. حالا این خطای با هم دیگه وصل نیم. این کود چاکدار است 2 اینچ قاد زیر میگیریم. ما کوشش نیم ویدیوهای خود پشت سر هم دیگه بگذاریم برای شما. 2 اینچ میگیریم اینجا را 7 اینچ تا 8 اینچ چاگه میگیری. 1.5 اینچ از اینجا می بازی رو با هم دیگه وصل نی. این بسیار به طریقه آسان. شما بیننده باشید. لایک سابسکرایب یادتان نرود. انشالله در ویدیوهای بعدی ما کوشش نیم پیش کارو برای شما نشان بدیم. الله نگهدار.